آن زیباترین ساحل جزیره بود و آن نقطه سیاهی را که می‌بینید تنها ترین ساکن این جزیره بود. جوجه تیغی کوچک. جوجه تیغی بسیار تنها بود، آنقدر تنها که حتی نمی‌توانست این زیبایی را به اشتراک بگذارد. هر روز او می‌خواست یک اتفاقی بیفتد، کسی بیاید از جایی، اما هیچ کس نمی آمد. او همینطور در انتظار هر روزش مثل هم. یک روز صبح روزی شروع شد که زندگی جوجه تیغی را تغییر داد. او در ماسه ها رد پایی دید و برای اولین بار فکر کرد که شاید تنها هم نیست در این جزیره بزرگ. جوجه تیغی به دنبال رد پاها افتاد تا ببیند تا کجا می روند. اما تا راه می رفت موجها یکی یکی پاکشان می کردند. برای همان یک روز صبح زود به دنبال آنها را افتاد. همینطور که دنبال رد پاها می رفت کم کم داشت ناامید می شد که اصلاً آیا این رد پاها او را به جایی می رسانند یا نه، که یک دفعه جوجه تیغی نگاهش به دخترکی افتاد که تنها نشسته و به دریا نگاه می کند. جوجه تیغی حتما اگر نزدیک شود مرا تیغ می زند، دخترک با خودش فکر کرد. و جوجه تیغی ترسید، تصمیم گرفت جلو نرود. و همینطور یک روز کامل گذشت و نه جوجه تیغی و نه دخترک این جرأت را نکردند به همدیگه نزدیک بشوند. وقتی که شب شد در جزیره طوفان شدیدی شد. جوجه تیغی ابرهای سیاه و رعد و برق‌ها را دید که میآیند و فهمید که باید از این جزیره برود. او میدانست که دخترک هم در خطر است، ولی جرأت نزدیک شدن به او را نداشت. با خودش فکر کرد تنهایی بدود و دخترک را تنها بگذارد و یا اینکه امتحان کند او را هم نجات بدهد. تصمیم گرفت با هم نجات پیدا کنند. و همانطور هر دو تنها ساکنان جزیره می‌دوند سمت خشکی که از دست موج‌های بزرگ که آنها را می‌برد نجات پیدا کنند. از آن روز جوجه تیغی و دخترک دوست‌های جدا نشدنی یکدیگر شدند. با هم طلوع آفتاب را دیدند و برای اولین بار احساس تنهایی نکردند.